بچه‌ها، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به ویدیو دیگه با من. یه ویدیو دیگه از بازی پسرخوانده داریم. این ویدیو رو اگر کانال آپارات من میبینید حتما دنبال میکنید، زنگوله هم بزنید، چون که این ویدیو خود بلیط طلایی خریدم. دو سه پارتش میخوام کنم، به خاطری که هنوز جوایزش باز نشده. و حتما زنگوله رو فعال کنید و که آپارات بهتون خبر بده. اگه هم یوتیوب نگاه میکنید حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید. اگه کامنتی چی هم دارید، نظر چی برامون بذاریم. بریم برای ویدیو. اینجاییم. اچه نکنید این پولا و الماسای منه، همشون اینجان. حالا بریم برای بلیط طلایی. بچه‌ها امروز ما تا اینجا واز میکنیم تا 17، بقیه‌اش هم تا واز میشه میذاریم براتون. بریم سراغ ویدیو، حرف اضافه نزنم. جایزه اول یه صندوق پولاسا. قهرمان بمون نداد. خدایا بس دیگه. 40 تا الماس. اینجا رو باش. کدوم مهناز. حالا دوتاشو من هیچ استفاده میکنم تا حالا که به درد نمیخوردن هیچ کدومشون. سگ توی زندگی. ازم چی؟ توانایی ویژه شعبون. اتفاقا هر دوتاشون هم خوب بودن، هر دوتاشون هم میخواستن. اینم از این. بچه ها حتما لایک کنید ویدیو رو لطفا تا عمل حمایت بشه. تغییر پاسه بود، واقعا خیلی خوب بودی. یه دونه بسته الماس. شاه کلید. به به. یکی چنگیز. یه استاد بمون چنگیزه. خب دوستان، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. پس زنگوله رو فعال کنید که هر موقع من ویدیو جدید گذاشتم در مورد پارت بعدش بیاید سریع ببینید. خب خدا نگهدار.